آقا این که میگید گربه ها بی صفتن یعنی چی؟ نمیفهممتون. مثلا انتظار داری اون تمونده غذا تو که دیگه نمیخوری میخوای بندازی تو آشغالی میریزی جلو حیوان برای چی کار کنه؟ لباسا تو کنه؟ ظرفاتو بشوره؟ مثلا پست یه چیزی آورده بره پایین تحویل بگیره؟ نمیدونم سگ با معرفت گربه بی صفت اتفاقا از نظر من نمیخوام بگم سگ بده گربه خوبه اینا، نه، از نظر من تمام خصیصه های تمام حیوان های دنیا همشون اون بداش تو ما انسان ها جمع شده. اولیش هم خودم. گربه ها بی صفتن. خب میخوای یه کارت ملی بگیر براش، برو یارانش هم بگیر. چشش باز شد. الان میبرم پیش مامانت. اوه ضعیف شدی یا ویتامین. نگاش کن آخه، نگاش کن حجم کله رو نگاه کن چقدر کوچولوئه. اصلا چجوری میشه آدم نخوره؟ به قرآن مامانش نگاه کن وایساده با تک تیرانداز منو بزنه. بیا کلی بهم خب باشه کلی بهم ویزیت بده کاریا. برو پیش مامانی. اینم خوب شد. بخورید بابا بخورید. فرین زود بزرگ شید پی سر خونه زندگیتون ها. برو بخور تو هم.